Let's all stand up and just shout hallelujah. Shout it again. Shout, Stir the heavens. Hallelujah, hallelujah. Say the word. It's hey. Everybody say hey. And it causes the window of heaven to start stirring. And revelation starting to come down. Turn around and point at all those on the well. And shout hallelujah. اعلام کنید هاللویا هاللویا Stand up. اعلام کنید هاللویا Shout hallelujah. اعلام کنید هاللویا 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 اعلام کنید هاللویا Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Great my فریاد هاللویا رو بلند کنم دعای قرار وقتی ما پرستش رو می‌کنم دشمن فرار وسط میخوانها اختم رو بلند کنم و بگم هاللویا 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 وقتی من پرستش میکنم من از این خاکسترم بلند میشم و دشمن من افریب پادشاه من زنده پادشاه من زنده شاه من زنده پادشاه من زنده شکر پادشاه من زنده صدا بذاره بلندتر میکنم بلندتر فریاد در حضور دشمنم فریاد میزنم هاللویا هاللویا
است. خدای من پیروزه. خدای من پیروزه. روک Sing careless, another one. I am free. من I پیروز am هستم. free. Sing it out. I اعلام am کنید free. بلند. Hey, بگید. careless, another one. I am free. Let me hear you say. اعلام کنید. Let me hear you say. Sing careless, careless, another one. اعلام کنید. Hey, I am free. من Sing, I آزاد am هستم. free. Careless, careless, another one. I am free. Oh, I am free. I am free. من آزاد هستم. روک Come on, clap your hands with me. Hey! Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. Lord, I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. خداوند من دارم فاصله میگیرم از توی باید نباشم. I just want to run and the road. And she told me that I was not من تنها نیستم. من تنها نیستم. او منو در دستای خودش داره. من با او بودم. من میگردم نگاه میکنم در جای خودم و میبینم اینجا بستر من آقای من کسی که من نجات داده اینجا تشکر میکنم از خودم تشکر میکنم با تمام قلبم تمام وجودم من آزادم من در آزادم من در آزادم را شکر میکنم Oh, I cannot deny what I see. من نمیتونم دینای کنم رد کنم چیزی که دارم Leave my میگم down to burn من باور دارم خدای من بکرد like ashes in the wind. So long to my old friend. Burden and bitterness, you can just keep it moving. خدا در من آتش بپا میکنه خداوند رو شکر میکنم Walk the streets of خداوند در راههای بهشتگاهی در طلا هستی در اینجا من میفهمم اونجا خانه منه ویغم من پدر هر خداوند برای مردان خداوندی که برای مردان پدری که برای خانه من اینجاست من در اینجا هستم تا ابد و آباد در تا ابد و آباد تشکر میکنم بستر من آقای من تشکر میکنم از خدا من دیدن بگید اعلام کنید اعلام کنید من آزادم من آزادم من میدونم I lost it جهنم در بازنده شد و من آزادم و جهنم یک دیگر رو امشب دست داد من آزادم من جهنم بدون های آزادم من خداست من من پای من رو بر بستن من تنگل میکنم بستر من آقای من تکل میکنم من حوض من را بستن برای من در آزادم من در خدا من شکر باید بلنشیم هممون از قبرهامون بلنشیم از قبرهامون بلنشیم از قبرهامون
هممون بلند میشیم از قبرامون قبرامون خب بلند و بعد بلند تا بعد مرا گرفت بلند کرد منو چرخوند و منو بر خود پاهای مرا تا خداوند اسم مرا عوض کرد نام مرا عوض کرد منو برای راضی تو درون منی خود درون منی من خود تشکر میکنم خداوند من تشکر میکنم خداوند من تشکر میکنم خداوند تشکر میکنم خداوند Now, one of the passages I've been pondering this Passover این پس‌اوور چیزی که من is فکر کردم در from موردش John chapter 5. در مورد And we یوحنا shared some with که you last night. You صحبت know, شدش اون نان رو بلند کردش و او همینجور به جو رفتن ادامه دادش وقتی که پس اوورش اومد و حرکت کرد و بعد رفت بر اونور گلیلی رفت بسیار زیادی او را دنبال میکردن مسیح رو برای اینکه دنبال معجزه بودن و او همینجوری و همینجور معجزه ها رو انجام میداد مسیح همینطور فردا آیزک و من صحبت خواهیم کرد با هم دوتایی خواهیم داشت و در مقابل منتالی هستش که اون ردایی هست که شما خواهید گرفت و بپوشید که وارد بشین برای سال جدید که بسیار مهمه. میمونه به قسمت ماونتن ساید زمان پس گذشت جایی بودش که یهودیان جا ایستاده بودن آمدشون که وارد گلیلی بشه بار داخل بشه برای اون زمان پس اوور رو عبور کنه و این بسیار مهم هستش این مسئله. اون از شاگردانش پرسید گفت ما کی میتونیم نان بخریم برای آدم هایی که در اینجا هستند تا بهشون غذا بدیم. اون خواست بده تا خواست اونها رو امتحان کنه برای اینکه فیلیپ و اندرو جان یحیای تعمید در ول کرده بودن برای تیچینگی که یشوع داشتش و دنبال اون اومدن. برای اون دو نفری بودن که یحیای تعمید دهنده رو رها کردن و اومدن به دنبال مسیح و میدونست که فیلیپو میدونه چطور تو رو امتحانت کنه. او از تو میپرسه که تو چی احتیاج داری، میخواد یاد بگی بپرسی ازش چی میخواد. اون میبینه سوال تو رو و فیلیپ برمیگرده میگه میگه برای این همه آدم از کجا ما میتونیم نون برداریم بیاریم، اصلا نیست اینجا نون نداریم به این بدیم. یعنی اندرو برمیگرده میگه او یه پسری اینجا هستش در اینجا که 5 تا نون داره. بعضیا نمیتونن بحث که چه اتفاقی در اینجا افتادش
که این چه ربطی به عید قیام داره، به پس اوور داره. بسیار چیزی هست که مهم انجام داد که مسیح به شاگردانش یاد داد. مسیح به اونا گفتش که اوکی، تو دیدین که تو آدم ها چی هستن، نگاه کردی فهمیدی مردم چی دارن و تو فهمیدی اون 5 تا مانونانی بیارش اینجا. به شاگردانش گفت بگین همه اینا بشینن. میخوام همتون بشینید برای چند دقیقه، هر جا هستید، مهم نیست کجا هستید، فقط بشینید، فقط بنشینید. 5000 نفر آدم در اونجا بودن و یک دفعه مسیح نان رو گرفت. این الان زمان پس اوور هستش که خدا چند برابر میکنه این رو. نانها رو گرفت، بلند کرد، تشکر کرد از اون و تشکر از پدر و اونا رو شکوند و یک دفعه دید که به هر کس که در اونجا بودن و نشسته بودن گفت بخورن. بگه برگرد بگو من یه مقداری از این چیزایی که اضافه میشه رو میخوام، از این چیزایی که مضاعف میشه به منم بده ای خداوند. پس اوور همیشه وصل شده هستش به چیزی که خدا چند برابر میکنه. همیشه در مورد اینو بدونی شما. خدا در اینو به ما میگه امشب تو در جایی هستی که من میخوام چندین برابر کنم برای تو چیزها رو که تا حالا ندیدی تو به چشمان خودت. من میخوام چند برابر کنم برای تو. ما در جایی هستیم که خدا میخواد چندین برابر کنه برای چند نفر. بگو ما در این قسمت ایستادیم، ما در این در این سر این وایسادیم که این عمل انجام بشه. وقتی که همه نشسته بودن، همه اونایی که نشسته بودن یک قسمتی از این نانی غذای چیزی که احتیاج داشتن رو گرفتن و بعد شاگردان تازه جمع کردن تمام چیزایی که اضافه بود در اونجا رو و هیچ چیزی از بین نرفته بود. خدا گفت این پس اوور الان در اینجا، همینجور که ما ادامه میدیم که میریم جلو، عبور میکنیم، قدرت خدا، قدرت هرچی که دوران گذشته دزدید از تو، لاست که از تو دزدید و برد، پس میگیریم. اعلام کن همین الان، بگو هر چی که شیطان از دستم من گرفتش هیچ نمیشه، هیچ وقت از دست دادن با من عبور نمیکنه دیگه. من عبور میکنم اما از دست دادن چیزهای دیگه به من عبور نمیکنه. و خدا میگه لاست با تو عبور نمیکنه. میخوام بیام از اینجا رد شیم و نگاه کنیم و ببینیم اینجا. میخوام هر کدوم از شما یک دونه ماهی رو، یک کوینی هستش که فیشی هست، یک ماهی هستش که یک کوین، یه دونه سکه در دهنشه. میخوام بدونی در رای تو بیاره که امسال در جلو که میری، همین الان که در شروع میشه، وقتی تو میری به یخچال تو باز کنی برگردی بگی من میدونم کامل به اندازه کامل و کافی دارم، من میدونم همه چی دارم. اگر چیزی احتیاج داری به یاد بیار این سوال رو، بگو من چطوری میتونم بگیرم اینو. بعد خدا اکتیویت میکنه اونیو که تو احتیاج داری و تو چیزی رو میبینی که ندیده بودی اصلا و برمیگردی میگی خدا اینو برای من اضافه میکنه، خدا برای من اضافه میکنه، خدا اینو برای من اضافه میکنه، خدا چند برابر میکنه هر چیزی رو میخواد به من بده. همینجور داری پرستش میکنی خدا رو، همینجور که داری میای در این جایی که خدا برای ما آورده. میخوام آتش خدا رو ببینید در اینجا. به یاد داشته باشید که امسال از دست دادن با شما عبور نمیکنه. لاست بودن، چیزایی که گم میشه با من عبور نمیکنه، با من دیگه عبور نمیکنه. از دست دادن چیزهام دیگه با من عبور نمیکنه، دیگه با من عبور نمیکنه. Lost is not pass over with me to this pass over. Shook. I've been training. روز و شب. My master told me that this is our time. مستر من با من هستش. Not backing down. I know what he said.
من میدونم اون داره در مورد من چی میگه. من آماده هستم که قدممو بگذارم به اون چیزی که خدا برای من داره. من میدونم که او برای من کاری انجام میده. من میدونم، من اطمینان دارم. هیچ وقت به من بر نمیگرد. به من جواب مدت طولانی در اینجا منتظر بودم. نمیتونم بشنوم چی بگو. Cause I'm careful. من باید برگردم I'm ready to be on. من آماده هستم کامل بشم. این داره به من میگه خودت باش. میگه خودت باش. Unbridled. مال منی. مال منی. مال منی. No here on the title. No game. دیگه بازی در اینجا وجود نداره. شیطان که نمیتونه بیشتر از این بیادش و با این آتش رو طوفانش که میکنه و این اسموکی که میکنه من رو از اینجا بکنه و بعد من زندگی بکنم با خدا من unbridled منو در دوباره عروسی خودش میکنه دوباره و من عروس خدا. Yes. God, the wind در باد رو آتش رو میفرسته در اینجا که بیای من در این طوفان هایی که هستم و میاد باد و طوفان منو گرفته آتش منو گرفته. I got the fire. I see the mountain. من دارم به جلو میرم از این هایی که من دارم عبور میکنم. من دارم خودم رو به بالا میبرم. من دیگه پایین من میرم بالا. داره منو میبره بالا. مومنتوم با یک لحظه میتونه منو ببره بالا از این پایین منو میبره. منو بره بالاتر و بالاتر. منو بکنی منو بکنی من آماده هستم. I'm ready. من آماده هستم در یک دقیقه اون منو بگیره و ببره به محل بالا. منو ببره بالاتر. Yes, منو ببره بالاتر. Higher. اون مرا میبره بالاتر. خدای تو می‌دانم چیکار من میدونم من بادها رو میگیرم و بادها سوار میشم و میرم. من دقیقه رو میگیرم. من پایر برای آتش ها میدم. اما من میدونم در یک دقیقه منو میبره از بادهام، از طوفان‌هام، از آتش هایی که منو گرفته منو نجات میده. من دارم در اینجا در این مومنت دارم من رشد میکنم. به این مومنت منو
میبره بالا و بالاتر منو میبره بالا. Tell somebody you can't یکی go بگو back. بغل دستی این داره خدا منو میبره بالاتر از اینجا، این داره منو عبور میده قامت خانم مرا higher gaining momentum دقیقی داره انجام داره منو میبره. من آماده هستم آماده هستم Let's sing this together. من آماده هستم که آزاد I'm free I'm free Sing it again. دوباره بگو من آزادم من آزادم من آمادم I'm ready I'm steady من محکم ایستادم استدیم Now free throw من your hands up. Say آزادم I'm free. اعلام کن بگو من آزادم دستاتو بلند کن بگو من آزادم yes I'm free You're free. yes yes This nation is نیشن ها همه میان در coming in. اینجا بیان و اعلام کنن بگن که آزاد هستن در اینجا در مسیح آزاد هستن. اعلام کن نیشن خودت رو کشور خودت رو اعلام کن کشورت هم آزاده ایران آزاده ای خدا و اعلام میکنن ایران unbridle me God unbridle me as God تمام بندای منو باز کن خداوند oh God yes باز کن تمام ما رو آزاد کنی خدا. Now, turn چند دقیقه around for a برگردید minute, پشت look سرتون رو behind نگاه you. کنید Say, all I see is Pharaoh coming. I ain't got anywhere to نگاه go. کن بگو فرعون داره میاد پشت Except- سرم اما تو نمیتونی کار برای من بکنی دیگه بیرون you out برو بهش بگو اگر فرعون یا فریسی یا مذهب یا دشمن شیطان بیرون تو نمیتونی بیای دیگه تو دیگه با من نیستی تو نمیتونی در زندگی من کاری بکنی خداوندا بذار پاهای من حرکت کنه به جلو رفتن من میخوام به جلو رفتن ادامه بدم من میخوام به جلو رفتن ادامه بدم در زندگی نمیخوام بمونم no خجالت و زندانهای منو تو برداشتی این خداوند اسم منو عوض کردی منو بلند کردی از زمین برای من آزادی آوردی ای خداوند من قوت دادی با عشقت به من قوت دادی من از قبرم بلند کردی من از قبرم بلند کردی We're gonna دوباره sing this بخونی again. نمیتونی قبر منو نگه داری بیشتر Lazarus died before در این زمان Passover. پس اوور من عبور میکنم باعث میشه چی که من گفتی حرکت میکنه من میگم هیچ قبری هیچ شرایطی هیچ زندانی هیچ زنجیری نمیتونه دیگه منو نگه داره نمیتونه نگه داره منو دیگه نمیتونه منو نگه داره که من بمونم تو اسارت Love is my redeemer عشق خدا که عشق برای من نجات دهنده منه Love is the power عشق برای من قوته دیگه گریو دیگه قبرهای این دنیا نمیتونید منو نگه دارید اسارت ها نمیتونید منو نگه دارید هیچ انسانی نمیتونه منو نگه داره بدن منو دیگه نمیتونه Now, if there's something که چیزی داره تو رو نگه میداره داره به تو دروغ میگه you بیشه just speak, و بهش look نگاه at کن it and say, you're coming off of me. و بگو از من برو بیرون تو اسارت دیگه نمیتونی منو نگه داری مریضی دیپرشن ناراحتی قصه تراما هر چی در بدن من بیرون تو نمیتونی دیگه منو نگه داری در این قبر خود نمیتونی من وای میستم و اعلام میکنم که من پیروزم هست من در خدا پیروزم نجات دهنده من خداست عشق خجالت و شرم منو برداشته من از زندان آزاد کرده ترس‌های منو برداشته خدای منه رزورکت کرده منو قیام داده من از قبر این زمینی بلند کرده منو قیام داده
نمیتونه من قبل خودش نگه داره. نمیشه. نمیتونه این کار. If you work any way or you are called to اگر the در گاورمنت کار government, میکنی I want you to just step out in the middle here. You وایسا know اینجا who اگر you برای are. گاورمنت داری خدمت میکنی Some وایسا of you اینجا are called violent. بعضی از شما برای گاورمنت برای دولت خدمت Now, میکنی if you're کار called, میکنی this این آهنگ song's مال for you. شماست. That velvet voice of deception, I cut it off in the name of دروغ‌ها و Jesus. فریب‌هایی که در دنیای تاریخ میاره توی گاورمنت توی حکومت کشور بیرون بهش بگید بیرون و نمیتونی اینجا باشی. The Lord says you're going to listen. گفت از اینجا به بعد نمیتونی با من باشی دیگه، برو بیرون. و میشنوی تو صبر میکنی ببینی خدا چی میگه و اونی که خدا گفت اونو اعلام میکنی و باعث میشی چیزها عوض بشه. هر جایی که هستی در اون محل دفتر گاورمنت و حکومتی هستی حرف رو اعلام میکنه تا همه چی در اونجا عوض شه. نمیترسم، اون دروغگوه، شیطان دروغگوه. He's always telling me، به من همیشه میگه بیرون، اما خدا من میگه نه بیا جلو ادامه بده. عشق خدا اون اسلحه منه، اسلحه منه. میگه قبل نمیتونه منو نگه داره، قبل نمیتونه منو نگه داره، بدن منو نگه داره. قبل نمیتونه منو نگه داره، میگه نمیتونه بدن منو نگه داره. من صدای پیروزی رو میشنوم، من بر روی صدای پیروزی سوار میشم و حرکت میکنم. اعلام کن که من بر نمیگردم، من بر نمیگردم. من همینجوری میرم اینجا، از اینجا میرم بیرون، من از این قبر میرم بیرون، من از این قبر میرم بیرون. Walking out of this grave, I am walking through. اگر تو داری از قبر میری بیرون، منم دارم از قبر میرم. هممون از قبر داریم میریم بیرون. قبرهایی که شیطان برای ما گذاشته. خدا میگه بعضی از شماها میگه باید جاتون رو عوض کنید، صندلیتون رو. میگه ما دانه هاتون عوض کنم، یه دانه های دیگه درون شما دارم میذارم که صدای من شنیده بشه. من دارم دانه های دیگه در شما میذارم. وقتی من به تو میگم که راه برو، راه برو. وقتی من به تو میگم بشین، بشین. وقتی من به تو میگم نکن، صدای منو عقب نگه ندار، آنچه که من میگم اطاعت کن و انجام بده. صدای منو بردش نکن، نگرش ندار عقب که انجامش ندار، بلکه صدای منو اطاعت کن و انجام بده آنچه که من اگر تو داری از این قبر میای بیرون، منم دارم از این قبر میام، دارم از این قبر میام بیرون. اگر تو داری میای بیرون، منم دارم. هممون داریم از این قبر میای بیرون. میگه من سپر میکشم در شما، من سپر طبیعی به دور شما میکشم. اون ایمان، سپر ایمان رو بر شما میکشم که بیاد روی شما و شما رو بکشه بالا و نگهتون داره. و بعد من تو رو میفرستم بری جلو با اون سپر ایمان که بر روی تو کشوندم. تو با اون میتونی بری جلو، با اون سپر ایمان تو میری جلو. تو اینجوری نمیتونی بری، با سپر ایمانی که بر تو میکشم. running to. اگر تو داری میروی میای از اونجا بیرون، از قبل منم دارم.
If we run out that grave, I am running. Yes. ابری برای من میزن از حرف‌های زمین. اسارت‌های من میام بیرون. صدای ترامپت رو میشنوی آیا؟ صدای ترامپت رو میشنوی یا نه؟ In our parish, in our county. من خواست میگه اومدم در اینجا، خدا به من چیزیش داد، خدا منو برد، گفت هر کسو میخوای در اینجا بیاری بیار. میگه هر وقت ما اومدیم بیایم اینجا، هر وقت ما رفتیم شهادت بدیم اینجا، همه اومدن مسیح ایمان آوردن در هر جایی که رفتیم و همه همزمان گریه میکردن و به مسیح نجات بیاوردن. میگه لیدرهایی که همراه من بودن و روح خدا برگشت گفت کنی میتونی ببینی که تو برنده هستی؟ تو فقط به جلو رفتن ادامه بده، فقط به جلو رفتن ادامه بده، تو پیروز خواهی شد، تو پیروز خواهی شد، به جلو رفتن ادامه بده. نمیتونی بدن منو بیشتر از این توی قبر نگه داری. قبری نمیتونی منو نمیتونی بدن منو پایین نگه داری. وقتی من صدای ترامپت رو میشنوم من میفهمم که باید قبر صدای خدا رو، صدایی که از آسمان ترامپت پشتیبان میبرم و میفهمم فریاد بزنید شو هاللویا 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 جلال بر عیسی مسیح. شکر. اوه هاللویا. Amen. Oh amen. Well, guys, the time has come for us to present to you released by the blood. So I want everybody to find your places, find your seats, and we're going to get everybody in position to start. روحتون آماده کنید که دریافت کنید که کلام خدا داره چه چیزی رو به شما نشون میده. نگاه کنید. آماده شنیدن باشید. هاللویا. شکر. خون مسیحه که بر اینجا ریخته شده. هاللویا هاللویا. شکر. تا همه آماده بشن در اینجا تیممون. I want to reiterate to everyone here همه شما خوش آمد بگم. This is a house that encourages. تشویق میکنه که هر جو که هستیم خودمون باشیم در اینجا. چاک و پم خدا رو شکر براشون، برای همش، برای این این زن و مرد خدا دست بزنید. شکر برای وجودشون که چنین محلی رو برای ما فراهم کردن. شکر برای سالها چیزایی که در اینجا اتفاق افتادش رابطه‌ای داشتیم و اون تیمی که تیم بسیار آدم هست، به خصوص لیندا هایدلر، جنیس ان و بقیه که با ما بودن، در هر سال جمع شدن دور هم مکاشفه گرفتن از آسمان برای ماها. و بعضی میگه من زیاد دیگه یانگ نیستم، اون موقع یانگ بودم، جوان بودم، الان دیگه وسط هستم دیگه. و با این قبیله‌ای که ما با هم راه افتادیم و رفتیم جلو، ما شروع کردیم گرفتن از اینا، شروع کردم مکاشفاتی گرفتن برای خودمون. برای چی؟ با هم جمع شدیم برای پس اوور میخوایم چی کار کنیم امسال، به جایی که بیسیم برای اینکه واسه نسل ها چی میگن،
ببینیم خدا چه نقشه‌ای برای نسل بعد داره، خدا چی کار میخواد بکنه با نسل بعد و ما باید اینو میشنیدیم. این اسمش هست ریلیس با with blood، یعنی با خون آزاد میشی. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of your eternal purpose. I've من seen your دیدم misery, شرایط تو رو، دردهاتو دیدم، اشکاتو دیدم. your suffering. من So I اومدم have پایین come روی down. زمین، اومدم تو رو I took you گرفتم، تو رو from the بلند ends of the کردم earth, زمین، from its از farthest گوشه corners. جهان تو رو برداشتمه، I called you قوی to کنم، strengthen you, قدرت میدم تا تو رو نگه to دارم، hold you تا تو رو to بیارم bring you توی to the دروازه threshold ایوان وارد بشی. of this و day. این از امروز Your captivity من lays اومدم behind you, از اون اسارت تو رو آزاد کنم، your promise but a step away. اما در این راه هستم. My خون flesh من و and جسم من blood برای تو داده breathing شد. testimony. به Behold now my spirit moving, روح من درون تو رو both حرکت pillar and cloud to be تو your رو guide, میاره حرکتت، forever changed by love and همه mercy چیز با عشق عوض میشه. and by the gifts that I provide. من دارم به تو Blood میگم and fire poured through open heavens. Blood and fire by which your soul communes. Blood and fire, now you're only living. Blood and fire, the gifts I bring to you. Come with the four winds, oh my breath. Come, press my people on. No slave to devil, deed, or death. شیطان نمیتونین Come بچه up های من here در and اسارت see what waits for you beyond. رو عبور میدم. Before the earth was spoken, قبل از اینکه زمان زمین beginning صحبت and the کنه، end, از که شروع you بشه were و the God of my تمام بشه. fathers, خدای the پدر، God of خدای Abraham. ابراهیم، Fire on Isaac's خدای altar, اسحاق، the strength in اسحاق رو Jesus' hands, مذبح گذاشتش، ancient of days از تو دست unshaken, دراز کرد، closer زمانهای than a قدیم و اون زنجیر رو برداشت. friend. کلوز، خدا نزدیکتر از دوست شد. خدا دوست ابراهیم، خدا بهترین دوست. That you have seen our sorrow, that you have heard our گریه‌های ما cry. رو You شنید، stepped صدای اشک‌های ما into رو، our باری‌های darkness. ما رو You did not اومدی pass از us اومدی پایین از تاریکی، اومدی پایین، اومدی اینجا. Behold, your spirit is من با تو moving, کار pillar of cloud and flame, forever marked by forever mercy, made by you. forever با grace من، با رحمت من، from your blood برای came the همین ground and the fire رحمت من. came down. من Yeah, you opened up the skies to آسمان رو باز rain, کردی، Lord. Let your people بار آسمان رو باز with کردی. your تا مردم تو در این آمان منتظر خون و آب و آب. من منتظر آتش و خون است. I'm standing at the من threshold. اینجا در دروازه Finally be ایستادم. the flame, The flame fire. forsaking all others, to set the world ablaze. Your champion and altar, an ark of living breath, a spiritual revival, a witness out of death. Spiritual revival. For our Your spirit is moving, pillar of cloud and flame, forever
آمد forever رحمت خیلی آسمان رو باز یا مردم رو بلند بلند میشه تا وسیله خودت وسیله دیگه نداریم جز خدایی که از ازل دست و آمد در دنگ و باز ما رو حد داشت همه چی بود ما رو از طوفان‌ها عبور دادی تو ما رو از اون آتش‌ها عبور دادی ای خدا و دوباره ما رو Behold, your spirit is moving, pillar of cloud and flame, forever marked by mercy, forever marked by your name. رحمت و فرستگی در بلند فرام داد از تخت رحمت سنگار در اینجا آسمان رو کار در I am the Lord your God, من خدای تو هستم the one who calls you من باعث شدم onward. تو مال من As you stand at this threshold, همین know که در this. دروازه ایستادی تو There will be a war over اینجا your جنگ crossing, خواهد بود که تو از اون عبور باید بکنی like a rope between two forces, با تو در ما بین دو فشار جهنم resistance, هستی که در تو رو the می‌بینی، sharp دو bite قدرت که تو of رو opposing winds. The در adversary, بادها he seeks to anchor you to what لنگر تو was, در من بنداز to weary you into stillness, در اینجا حضور to من persuade you بمون that turning back is safer برنگرد than becoming. برنگرد He rises within this tension to war against your yes, بار to جنگ در resist اینجا the fire بر I علیه have تو set before you. بر علیه توستش اما حضور خدا خون خدا آتش خدا در اینجا هست که ما رو نجات ما تنها نیستیم ما تنها نیستیم Been here before. You've been here before میگید حالا اینجا بودی نه؟ آره حالا اینجا بودی دنیای تاریکی من حالا اینجا تو بودی؟ ها؟ امیدت؟ این دست دادی؟ ترس تو رو گرفته؟ There's so much that needs to happen خیلی for چیز you. داره در تو انجام میشه و تو با بین این دو قدرت داری Hanging in the balance. نگاه کن So much to hold on to. نمیتونی خودتو نگه داری خیلی چیزا خود نگه داری نمیتونی همین داری میفتی پایین This promise you're chasing. این وعده که داری دنبالش داری Just میدی out of reach. Isn't it? outreach This time won't به be دنبال any این different. وعده داری میری جلو You'll see. تو خواهی دید که اون نمیشه تو Just بازنده enjoy خواهی شد while you can. This تو moment to forget. To pretend your real life زندگی واقعی تو پر از ایناست that there will پر be از درد some هاست پر از هاست to pull you out of this mess you've made. آشغالایی میکشه تو رو You're lost, اما در اینجا دست هایی هست تو رو but you've come really far. Further than you ever thought you but would. you come real fear You should be proud. Mom and Dad never made it this far. But this is all there is. در و مادر Don't let these people get your hopes up. واقعا I mean, در مادرهای ما رو بذارن ما رو بلند old, indebted, درها سخت با همه ما رو don't have هر کس what ما you رو need. هر کس ما رو تحت با امید به جایی But نداریم it'll get easier. هیچ امیدی به جایی نداریم As soon as you stop pretending you're something you're not,
وقتی میافتی دیگه قصه دیگه نمیشه. به اندازه کافی اومدی ریلکس باش دیگه، به اندازه کافی اومدی بس دیگه همینجا بمیر. شیطان همیشه اینو به ما میگه، بمیر همینجا، بس دیگه، این همه طوفان‌ها و سختی‌ها برات بس نیست، بمیر همینجا دیگه. دیپرشن، نگرانی‌ها، اضطراب‌ها، دردها میاد میگه بس دیگه، همینجا بمون، تا اینجا اومدی بسته دیگه این جلوتر نمیتونی بری. نمیبینی دیپرسی، نمیبینی دیگه امید نداری. جان من چرا اینجور هستی، در من بسته شده ای؟ نگاه کن درخت انجیر، تو گفت درخت انجیر شکوفه اگر نیاره میوه در موها یافت نشه، اگر حاصل زیتون نباشه، اگر دشمن بر تو عمل بکنه، تو گفتی به من در من اعتماد داشته باش، در امید به من اعتماد داشته باش. گفتی به من You come in the night, try to sneak in my mind. شب اومدی شروع کردی در فکرهای من، فکرهای رو آورد خراب بودش، منو ترسوندی. Come گردون به من گفتی، گردون خاطر به من گفتی، در این شبهای تاریک فکرهای منو خراب کردی، منو پارالایز کردی، من در اینجا موندم، من فلج موندم، من نتونستم برم به جلو، من نتونستم پیدا کنم هیچ چیزی رو. اوه چی شد پس اینا؟ میپرسم میگم چی شد پس؟ ریز فایر از پای به من میگه از توفان ها موجها بالاتر بیا. تو گفتی حرف میزنی زبان های دیگه. اما من میدونم یک حقیقت هست که در اینجا میاده و میگه و این دروغ ها رو برمیداره که من اینها بلند میشه، اینها بلند میشه. تو اسم منو میدونی Lord, here I am. گفتی خونه تو خداوند و خونه تو برای من کافیست. من اینو دارم اعلام میکنم My heart cannot be hard. من دارم به تو میگم من نمیتونم از تو باشم، من به تو میگم نمیتونم از تو باشم، من نمیتونم از تو باشم. خدایا بیا با من به جنگ آمد. خون تو میتونی من جنگ کنه. تو پادشاهی تو وعده دادی، تو قول دادی، خیلی تا به من گفتی پادشاه من، خدای من، پدر من، عشق تو گفت منو میاره میبره. وعده های تو بودی الان منتظرم و منو ببره، چون من نمیتونم ادامه من خونه تو دارم. نم آسمان در داخل من صدا میکنی در اینجا خداوند، من صدا میکنی. Power of darkness در اینجا از بین میره. تو اوردی در آسمان، تو اوردی خداوندا گفتی در آسمان، تو اوردی در خلیل و خون تو اینجا هستی. گفتم که تو منو آزاد، گفتم که تو منو آزاد میکنی، چیز دیگه این من آزاد به خاطر عشق پسندی دارم، خون عشق، این خون قرمز عشق. من آزاد هستم با خونه، من بخشیده شده هستم با خونه، من شفا یافته هستم، من پوشیده شده هستم. سپر تو به دور منه یا خداوندا. من با خونه آزادم، من با خونه مخ شدم، من مخ شدم با خونه. Overcome. ما آزاد هستیم، ما آزاد هستیم. We are free.
ما پیروز هستیم خاطر صلیب تو ما خون عشق تو ما را پادشاه تو اتوریتی به ما دادی تو اختیار به ما دادی هرچی احتیاج داریم در عشق تو هست ما در تو پیروزیم عشق تو تنها چیزی که ما احتیاج داریم خداوند در آسمان نشستیم در اختیار پادشاه خودت نشستیم من در کنار تو نشستم من با خون تو آزاد هستم by the blood خون تو نمیتونه من خدا ما آزاد هستیم ما بخشیده شده هستیم با شفایات با موزده هستیم با ما پیروز شده هستیم با خون تو ما زنده هستیم با خون تو ما وجود داریم با خون تو من تو میگی ما آزادیم تو آزادی با خون آمین شکر خداوند شکر Yes Lord wow ملت ها رو عبور بده ای خداوند The blood is the beginning and the end. خون شروع بود و خون آخر هست My fire, آتش من an ever-living testimony, بهترین شهادتی هستش a voice crying out to صدا send. میکنه مرا بفرست It calls you now. تو رو در صدا میکنه در تو صدا میکنه It is an invitation میخواد تو and رو در این seal. دعوت میخواد تو رو مهر بزنه بپوشونه مهر بزنه An assurance that what has been kindled here will not be kept within walls of house or heart. اون امنیتی هست که ما داریم That I have not merely set you upon a path, but have called you و در زندگی تو رو من to a great breaking من forth. صدا کردم تا تو بریک ترو کنی تا بشکنی در مسیری که باید قرار بگیری من تو رو آوردم تا در اینجا قرار بگیری تو در اینجا قرار
Make me a house of fire. از من خانه آتش بساز. از من خانه آتش بساز. Lord, make me a house. Make me a house of fire. Make me a house از من خانه fire. And may the fire on my altar never burn out. The fire on my altar آتشی که never بر burn آلتر out. من بر مذبح من از Never burn out. Make me a house of fire. از من یک خانه On my altar never burn out. The fire on my altar با آتش که بر مذبح من از never burn out. Make me a house of fire. از من خانه آتش بساز. Make me a house of fire. Lord, make me a house. Make me a house of fire. خانه آتش May the fire on my altar never burn out. بر مذبح من Lord, make me a house of بگذار بلند شی. Let's decree it. امام کن. امام کن. امام خداهای ما. خدا نان شب بلند Never burn out. The fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. Make me a house of fire. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. Make me a house of fire. Now, right now, if you need that fire within you, wherever you're at, wherever you're watching this from, هر جا که داری نگاه می‌کنی lift your hand and خداوندا just say, Lord, خداوندا بگذار آتش من دوباره برافروخته بشه. دوباره آلتر منو بازسازی کن و پر از آتش کن. خداوندا به تو میگیم، به نیشن آمریکا میگیم خداوندا آتش رو دوباره در مذبح امریکا بلند کن. نیشن آمریکا بلند کن ای خداوند. آتش خودت رو، آتشی از جنس خودت. Yes, Lord. You ask,
and I answer. إسرائیل From every nation, tribe, and tongue I draw them before my throne and before the Lamb, until their voices become one river and flood. Salvation belongs to our God and unto the Lamb. Come, gather to this arena and know the nature of the blood. Its rescue, its deliverance, its war, and its great sending. North of America, North to Side North of Open up your ancient gates. Be lifted up, you everlasting doors, and let the King of Glory enter in. Glórias a Deus, el sangue de Jesús es poderoso. América Latina, povos alegres e guerreiros, nós nos unimos hoje como uma só nação, filhos e herdeiros do Rei. Pai, restaura a nossa vibração e a nossa identidade, Pai. Nos faz liberar um som novo e autêntico. Incendeia os nossos altares de adoração, Pai, remanescentes do Teu reino, com coragem, sem medo, vitoriosos em Cristo Jesus. Nós dizemos sim ao Teu reino, Senhor, estamos aqui, envie-nos. እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢትዮጵያ ተነሺ፣ የወንጌልን ኃይል አውጂ። እግዚአብሔር የሚለውን ለሚድል ኢስትና ለምስራቅ፣ ለእስላሙ ምድር ወንጌልን ለማያውቅ ተናገሪ። ኢትዮጵያ አንቺ የመለከት ድምፅ ሆነሻል። የእግዚአብሔርን ኃይል ተናገሪ። የክብር ንጉሥ ይግባ፣ የክብር ንጉሥ ይግባ፣ የክብር ንጉሥ ይግባ፣ የክብር ንጉሥ ይግባ፣ የክብር ንጉሥ ይግባ። ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰራጭ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን።
fire of glory is beginning to unknot all that has been entangled. We call the spirit of revival alive in the lands and the people of Europe. Every tongue in heaven and earth, every knee will bow at your throne. You will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. Let's stand up. Just worship Him. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth. Every tongue in heaven and earth. Every tongue in heaven and earth. Every tongue in heaven and sing, every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Now, as we have all the nations gathered, all the continents gathered up here, I want us to sing this together. Kami auhan berboham bersuni. Songs of the nations and songs of the people all flowing Adam ha together as boham one. jam shudن به یک صدا شد. Hymns of redemption and anthems of freedom all coming together, a magnificent song, آهنگ عالی. like a mist beginning to arise from the earth, like a single note, all creation is singing. One magnificent song. All who are thirsty, come and sing along. Can you hear it? The bells of truth are ringing, the song of the one that we love, and our hearts can't stop singing. Our hearts can't stop singing. One magnificent song. All who are thirsty, come and sing along. Can you hear it? The bells of truth are ringing, the song of the one that we love, and our hearts can't stop singing. They're singing, they're singing. The nations are singing, they're singing, they're singing. The nations are.
You are the one that my soul loves, the one I adore. You are magnificent. You are the one that my soul loves, the one I adore. Oh, you are magnificent. You are the one that my soul loves, the one I adore. You are magnificent. You are the one that my soul loves, the one I adore. Oh, sing now. Oh, they're singing, the nations are singing, they're singing, the nations are singing, they're singing, the nations are singing, they're singing. Captivated by his love, he is liberating us, dancing to the sounds of heaven, shaking the nations. Captivated by his love, he is liberating us, dancing to the sounds of heaven, shaking the nations with the sounds of freedom. Shout it out, shout it out. Shout it out. Give a shout of freedom. Yes, آزادی، freedom. ما آزادی، ما در خداوند آزادی. The God who created the world خدایی که ما را آفرید، گفت او خدای آسمان و زمین هستش. با دستهاش میگه، او با دستهاش ما کمک میکنه که احتیاج برای که او به همه انسان ها، به همه آدم ها حیات رو داده و نفس رو داده و همه نفس بکشید. خدا را نفس بکشید. او این نفس رو به ما داده. او یک نفر رو آفرید. از یک انسان همه نیشن ها رو آفرید. از هر قوم و قبیله و نژادی در روی زمین آفرید از یک نفر. و در اون زمان قدیم و در زمین حد و مرز گذاشت. او این کار رو کرد به امید اینی که انسان برای خدا نفس بکشه و برای خدا بخواد زندگی بکنه. دستامون رو بلند کنیم برای اینکه او همینجا نزدیک، تا خدا نزدیک است، او را بیابید. خداوند را اعلام میکنیم در این پس اوور، در این جشن عید قیام پس اوور. ای خداوند، تو خیلی به ما نزدیکی، نزدیکتر از هر چیز به ما هستی. پدر، اعلام میکنی ما نفس تو رو، ما میایم قوی میستیم و اون وعده های تو رو نگه میداریم و میگیم بله و یس. به وعده ها و پرامیس تو میگیم بله و یس. پدر، ما اعلام میکنیم همینجور تو داری نیشن ها رو الک میکنی و میذاری در جای خودشون. ای خداوند 108 پیدا کنید نیشن ها.
خداوندا نیشن ها رو در کنار هم بگذاره. ما به تو میگیم به ما رحم کن ای خداوند، بر نیشن ها رحم کن ای خداوند. خداوند موقعیت به ما بده تا تو را بشناسیم ای خداوند. خداوند تشکر میکنیم که ایران که بیداری نجات خواهد داشت و بیداری روحانی در اونجا خواهد بود. تشکر میکنیم که اورشلیم پیروز میشه و نجات میابه. تشکر میکنیم که امریکا دوباره آزادی رو تجربه خواهد کرد و میفهمه. و تشکر میکنیم که تایلند و مالزی ان لاوس ان کامبوجیا ان اندونزیا بلند خواهند شد و اون جایی که تو میگی با نفس تو بلند میشن. تشکر میکنیم که تایوان خواهد درخشید، مثل دایموند خواهد درخشید. پدر بذار جزیره های تو شادی کنن، بذار نیشن های تو بلندشن بگن بله در اینجا این امروز روزی هست که ما عبور میکنیم و ما جشن میگیریم از اون جایی که تو به ما گفتی، از نسل به نسلمون ای خداوند تا اعلام میکنیم الان ما بیشتر دیگه ما نگه داشته نخواهیم شد در دستان شیطان و ما بین دو تا شک نمیمونیم، دو نظریه. ما یکی رو ایمان داریم و تو هستی و میریم جلو. اعلام میکنیم که ما این قدم ایمانی میپریم، قدمی برای آیندمون میپریم. فریاد بزنیم، خدا رو پرسیم برای آنچه که خدا برای ما انجام داد در اینجا، برای امشب. نسل تازه‌ای بلند میشن که بیان آتش خدا رو میگیرن و ادامه میدن و تمام نمک جهان خواهند بود. فریاد میزنیم، یک فریاد دیگه. ما عبور کردیم در اینجا. خود تا فردا صبح هم دیگر ببینیم. تشکر میکنیم یک بار دیگه. اول از هم first of all, let's give one more shout for our nations up here. فریاد میزنیم برای نیشن هایی که در اینجا هستن. شو Let's give one more shout for Apostle Chuck and Pam Pierce. Yes, Lord. All right, now here's what we're going to do. Let's bring the house lights up, please. All of us, Penny Kay and her group, we're going to raise. تشکر کنیم. در اینجا باز کنیم. هم میخوایم شما رو از این در بفرستیم بیرون. با یه آهنگ تازه‌ای که در خونده میشه از این در میریم بیرون. میریم در پاویلین. میرین جایی که قرار رقص آتش در اونجا باشه. برین رقص آتش رو ببینید همتون. در اونجا رقص آتش خواهیم داشت برای شما. بریم ببینید. شکر. چیزاتون رو با خودتون ببرید. از این در بریم بیرون لطفاً و ببرید با خودتون چیزاتون رو. You're feeling all the weight, hoping for that rider to saddle up and call your name. Can you hear the footsteps coming? There's a new wind blowing through from a long-legged Galilee, and he's looking just for you. He's not looking for nostalgia to live glory days. He's mounting up, you're headed for that gate. Get on your marks, get ready. He's gonna say
Speak!